به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه انشالله. بنده حدیث اصغرزاده هستم، کارشناس زبان انگلیسی، مجموعه آموزشی نصرت. به امید خدا این مجموعه قراره که ما با هم مجموعه آیلتس رو کار کنیم. در ابتدا توضیحاتی لازمه که خدمت شما عزیزان داشته باشم در رابطه با پیش زمینه‌ای که برای مجموعه آیلتس خواهیم داشت. ببینید عزیزان، در واقع طی تحقیقاتی که طی چند سال اخیر ما انجام دادیم داخل مجموعه با همکارانمون به این نتیجه رسیدیم که توی این مجموعه ما مواردی رو دسته‌بندی کنیم که شما عزیزان رو سریعتر به هدفتون که آزمون هست برسونه. اما خب آماده شدن برای آزمون مهارت‌های خاص خودشو میخواد. بنابراین در طی برنامه انشالله شما حتما خواهید دید که در حین آموزش در واقع متدهای آزمون آیلتس شما عزیزان با مهارت‌های نوت برداری، یادداشت کردن، ریدینگ، اسکیمینگ، اسکنینگ هم آشنا خواهید شد. پس این مجموعه نه تنها به شما یک پک کاملی از اون چی که شما قراره در امتحان آیلتس باهاش مواجه بشید خواهد داشت، همینطور مهارت‌های دیگه هم در واقع به شما آموزش داده خواهد شد که به طیف وسیع نه تنها در این آزمون بلکه در آزمون‌های دیگه هم میتونه برای شما مفید باشه. همونطور که همه شما عزیزان میدونید و در جریان هستید، این امتحان جامع و کاملیه که شما عزیزان باید یک پیش زمینه زبانی داشته باشید. یعنی سطح زبانیتون باید در حد اوکی باشه که بتونید متقاضی برای این آزمون باشید. اما این سطح اوکی بودن به چه معناییه؟ سطح وکابلریتون باید در سطح متوسطی باشه، سطح گرامرتون باید در سطح خوبی باشه، باید آگاهی و اطلاعات داشته باشید در مورد فرمول ها و استراکچر های خاص گرامری که توی رایتینگ نویسی بتونه به شما کمک کنه. همینطور ساختارهای در واقع گرامری که توی لیسنینگ خیلی میتونه به شما کمک کنه و همینطور توی ریدینگ. خب چه کار باید بکنید؟ چون آزمون آیلتس به نحویه که دو بخش خیلی مهم و شامل میشه. یک بخش شامل مهارت میشه که مهارت در واقع آزمونه. شما ممکنه که در واقع سطح زبانی خیلی خوب و بالایی داشته باشید، اما در واقع مهارت هایی که برای این آزمون لازمه فاقد اون مهارت ها باشید که اینجا ما به شما عزیزان این آموزش رو خواهیم داد که با تکرار و تمرین بتونید این مهارت ها رو تقویت کنید و به بهترین نتیجه برسید. در کنار این مهارت ها شما دانش زبانی خوبی هم باید داشته باشید. اما این دانش زبانی یعنی چی؟ همونطور که خدمتتون در ابتدا عرض کردم، یعنی که بحث در واقع وکابلری و گرامرتون اوکی باشه. عزیزانی که چند سالی هست با مجموعه های در واقع نصرت آشنا شدن و پیگیر برنامه های در واقع زبان انگلیسی نصرت هستن به خوبی میدونن که یک سری از مجموعه ها آماده شده. در واقع اگر اونها رو مرور کرده باشن و بخوان برای آزمون امتحان داشته باشن، در حال حاضر با دیدن این مجموعه حتما میتونن طی چند ماه آینده خودشون رو به آزمون برسونن. اما برای عزیزانی که بار اول هست، بنده سعادت دارم در خدمتشون باشم. خدمتتون باید معرفی بکنم مجموعه های در واقع زبان انگلیسی نصرتو که مجموعه مکالمه مبتدی نصرت هست که به شما کمک میکنه که اسپیکینگ خوبی داشته باشید. این مجموعه تصویری هم هست، یعنی علاوه بر این که شما جملات انگلیسی رو روی صفحه گوشی یا مانیتور در واقع لپتاپ یا تبلتتون میبینید، علاوه بر اون ترجمه فارسی هم دارید و این شکل دیداری به شما کمک میکنه که همزمان هم قوه دیداری هم قوه شنیداری شما عزیزان تقویت بشه و در واقع دو تا تمرین همزمان داره انجام میشه که روش‌های خیلی خاصی رو ما طی دوره‌های مختلف داشتیم برای اینکه این مهارت‌ها بیشتر تقویت بشه و شما عزیزان بتونید مکالمه خوب و روونی رو داشته باشید در پایان 90 روز. بعد از این مجموعه در واقع ما مجموعه زبان انگلیسی حرفه‌ای نصرت رو داریم که عزیزانی که دوره مبتدی رو پشت سر گذاشتن
به در واقع پکیج حرفه‌ای نصرت رسیدن. عزیزانی که در واقع درگیر این مجموعه ها هستن میدونن که توی پکیج حرفه‌ای نصرت نوع استفاده واژگان متفاوت شده، از لغت‌های استفاده شده که نسبت به دوره مبتدی لولشون بالاتره. سینونیم اپوزیت های خیلی زیادی داریم، با پریفیکس سافیکس های مختلف ما اونجا سر کار داریم که در واقع این باعث میشه که دایره واژگانی ما توی زبان انگلیسی وسعت پیدا کنه و ما این توانایی رو پیدا میکنیم که علاوه بر این که یک واژه رو خوب بتونیم تجزیه و تحلیلش بکنیم، خودمون بتونیم در مواجهه با واژه‌ای که دفعه اول اونو میبینیم و هیچ شناختی از اون نداریم بتونیم معنی واژه رو توی تکستمون گس کنیم. همینطور از نظر گرامری این مجموعه لولش بالاتر از مجموعه در واقع مبتدی هست، به این معنا که جملات استراکچرش یه ذره پیچیده تر میشه. این پیچیدگی به این معنا نیستش که ما بترسیم و بگیم خب چیز سختیه، اصلا به این ترتیب نیست، چون کنار هم قرار گرفتن این استراکچرها به نحوی هستش که ما رو به مرور زمان طی جلسه 10 و 11 کاملا مچ میکنه با این ساختارها و ما در انتهای جلسه 20 یا 30 در واقع مجموعه زبان انگلیسی حرفه‌ای نصرت به این ساختارها عادت میکنیم و خودمون این توانایی رو داریم که ساختارهای تقریبا پیچیده جملات شرطی و حتی جملات مجهول رو من بعد از این خودمون بسازیم با این ترکیب. خب پس این دو تا مجموعه که هم از نظر واژگانی هم از نظر گرامری برای ما اوکی هستن، حتما توصیه میکنم عزیزانی که تا به حال در واقع این مجموعه ها رو کار نکردن و قصد دارن که امتحان آیلتس رو داشته باشن، حتما یه تایمی بذارن، تایم 90 روزه زمان بندی شده، هر روز فقط نیم ساعت وقت باید بذارید با متدهای خاصی که هست و تمرینایی که باید در طی روز داشته باشید. این 90 روز باید ممتد پشت سر هم باشه تا در پایان این دوره 90 روزه شما بتونید نتیجه خوبی رو بگیرید. پس قرار ما خودمون رو آماده بکنیم برای آزمون آیلتس، باید یک چند ماهی براش وقت بذاریم. این دو تا مجموعه هم از نظر گرامری به ما کمک میکنه هم از نظر واژگانی. اما مبحث گرامر مبحثی هستش که برای ما افرادی که داخل ایران زندگی میکنیم واژه ترسناکیه. تا صحبت از گرامر زبان انگلیسی میشه اکثرا نگران میشن، میترسن، میگن که خب گرامر رو که نمیتونیم یاد بگیریم، یا اصلا یادگیری گرامر زبان انگلیسی کمکی به در واقع صحبت کردن زبان انگلیسی نمیکنه، ما باید این دایرکت همه رو یاد بگیریم. اما در واقع اینطور نیست. سالها زمان گذاشته شده، شخص بنده و همینطور با اساتیدی که در ارتباط بودم به این نتیجه رسیدیم که یک مجموعه خیلی جمع و جور و شسته رفته‌ای برای شما عزیزان آماده کنیم که پکیج در واقع آموزش گرامر زبان انگلیسی نصرت هست که در واقع آموزش این مجموعه به عهده بنده بوده. توی این مجموعه سعی بر این شده که از بیسیک گرامر زبان انگلیسی تا در واقع لولای بالاتر، نمیگم ادوانس، اما تا اونجاهایی که لازمه برای آزمون شما بخواید خودتون رو آماده بکنید. یک مجموعه کاملا جامع و کامل و به زبان ساده و روان گرامر به شما آموزش داده شده. عزیزانی که در واقع این گرامر رو دارن و تهیه کردن به خوبی میدونن که بعد از در واقع چند جلسه به راحتی میتونن جمله سازی کنن، به راحتی میتونن در واقع زمانها رو تشخیص بدن توی جمله که فاکتور خیلی خیلی مهمیه. حتما میرسیم به قسمتی که مربوط به لیسنینگ، حتی رایتینگ و اسپیکینگ میشه که تشخیص زمان درست جمله میتونه چقدر برای ما تاثیرگذار باشه و میتونه برای ما نمره خوبی رو بیاره یا حتی نمره ما از دست بدیم. و بعد از اون شما جملاتی رو میتونید به راحتی با استفاده از چند تا تکنیک خیلی ساده جملات رو منفی کنید یا سوالی کنید در واقع توی فیلدهای مختلف. و این مجموعه 90 قسمتی رو هم حتما به شما عزیزان توصیه میکنم که در کنار در واقع پکیج های مبتدی و حرفه‌ای آموزش زبان انگلیسی نصرت داشته باشید. در کنار در واقع این مجموعه که خدمتتون گفتم باید در نظر داشته باشید که
کتاب 504 مجموعه آموزشی زبان انگلیسی نصرت که تالیف خود بنده هم هست در اختیار شما عزیزان میتونه قرار بگیره که تمامی لغت‌های 504 در واقع جنرال هستش که توی بازار موجوده، اما روش تالیف این کتاب به نحو دیگه هست که در واقع تمام اینا با هدف برنامه ریزی شده و به این در واقع مجموعه ها ما رسیدیم. به این نحو هستش که شما رو آماده میکنه برای این لغت ها یادگیریشون و جمله سازی که میرسیم توی بحث وکابلری که میبینید یادگیری این لغت ها، پرونانسیشن این لغت ها، پارتس آف اسپیچ این لغت ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی امتحانی که در واقع شما عزیزان خواهید داشت. پس تمامی این 4 تا مجموعه رو که خدمتتون معرفی کردم و در کنار هم میتونید داشته باشید. همه اینا در طی 3 ماه 90 روز میتونه شما رو به بهترین نتیجه برسونه. خب اما ما قراره که توی این مجموعه در مورد آزمون آیل صحبت کنیم. آزمونی که خیلی از عزیزان این روزها درگیرش هستن و براشون اهمیت داره که نمره خوبی از این آزمون کسب کنن. آزمون تافل هم در کنار در واقع این آزمون مطرح هست، اما روزهای اخیر دیگه خیلی رایج نیست. البته بسته به این که شما عزیزان بخواید این آزمون رو برای چه هدفی داشته باشید، یا برای مهاجرت باشه یا برای در واقع آزمون ورودی یک کشوری باشه یا حتی دانشگاهی که شما برای اونجا اپلای کردید، میتونه متفاوت باشه. سطح نمره‌ای که شما عزیزان از این آزمون ها میگیرید مهمه، با توجه به پلنی که برای زندگیتون دارید توی کشورهای دیگه یا حتی داخل ایران. نمره‌ای که شما از این آزمون ها میگیرید میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی وقتا نیم نمره‌ای که در واقع کمتر از سطح تعیین شده برای آزمون شما باشه میتونه شما رو به عقب بندازه و شما باید برگردید و پروسه رو دوباره حتما بگذرونید. پس لازمه که ما اینجا کاملا حواسمون جمع باشه، تمامی مهارت ها رو داشته باشیم و البته نگرانی ها رو کنار بذاریم، چون در واقع ما و مجموعه نصرت اینجا هستیم که به شما کمک کنیم، نگرانی های شما رو کم کنیم. تمام توانمون رو بر این گذاشتیم که بتونیم شرایطی رو برای شما عزیزان فراهم کنیم که شما در زمان منطقی به نتیجه خوبی برسید انشاءالله. برای آزمون تافل که تا مدت ها در واقع گوی سبقت رو توی آزمون ها توی ایران تو مرحله اول خودش در پیش گرفته بود، آزمون رایجی هستش که اصلا ما باید ببینیم که خود کلمه تافل به چه معنایی هست. خب با هم دیگه در واقع انالایز میکنیم که کلمه تافل اصلا تشکیل شده از چه چیزایی هست. تی، تست، قراره که TOEFL همونطور که شما عزیزان میدونید ابریویشن هست، یعنی حالت مخفف. اما عزیزانی که در واقع با ما در ارتباط بودن توی این مجموعه ها میدونن، اما من بازم تکرار میکنم که حالت ابریویشن یک کلمه حالتی هستش که ما میایم کلمات ابتدایی هر کدوم از حروف رو ور میداریم و یک واژه به ما میده که تافل جزو یکی از این کلمات هست. پس خود کلمه تافل ابریویشن یک عبارت هست که T شامل تست، آف، E، English، F خوبی خودمون میدونیم که مخففه foreign و نهایت الی که در انتها آمده language هست. پس بنابراین کلمه تافل مشتق شده از این عبارت هست Test of English as a Foreign Language. پس آزمونیه که در واقع به عنوان آزمون زبان خارجه در واقع گرفته میشه. در واقع تو کل دنیا حدوداً 4500 تا مرکز رسمی و تایید شده آزمون تافل وجود داره. این آزمون بیشتر توی در واقع آمریکا در واقع برگزار میشه و برای کسایی که متقاضی مهاجرت به در واقع آمریکا هستن به هر دلیلی، برای اقامت یا حتی برای ادامه تحصیل،
اکثرا توی دانشگاهاش برگزار میشه و میشد غالبا. البته توی سایر کشورها هم هست، اما غالب در واقع آزمون هایی که توی امریکا هست بر اساس تافل بوده. اما ببینیم که در واقع مجموعه IELTS به چه ترتیبی هست. خب دقت کنید که IELTS. خب بازم یه abbreviation فرم داریم که ما میخوایم ببینیم این abbreviation ما از چه کلماتی تشکیل شده. I stands for international. خب حالا میتونیم حدس بزنیم که کلمه در واقع English مخفف ای هست. پس تا اینجا شد International English. L شما عزیزان میدونید توی قسمت بالا هم داشتیم که stands for. So International English Language. T stands for test and S stands for service. پس IELTS International English Language Test Service که این آزمون در کشورهای انگلستان، استرالیا و کانادا این روزها خیلی خیلی رایج هست. عزیزانی که اپلای کردن برای دانشگاه‌های مختلف توی در واقع استرالیا و کانادا به خوبی میدونن که باید همچین آزمونی رو حتما پشت سر بذارن. اما مراکز رسمی که توی دنیا وجود داره به طور کلی 900 در واقع مرکز آزمون آیلتس توی دنیا وجود داره. اما اعتباری که به طور حدودی این آزمون ها دارن، آزمون های رسمی دارن، تقریبا 2 سال هست و بعد اکسپایر میشن و شما باید آزمون مجدد داشته باشید. یعنی اگر شما پلن خاصی دارید که تا سال آینده در واقع جای اپلای کنید و حتما برنامه سفرتون تا سال آینده است، توی چند ماه آینده باید خودتون آماده بکنید که یکی از این آزمون ها رو با توجه به نیازی که از پشت سر بگذارید که انشالله با نمره خوبی قبول بشید و بتونید این مدرک رو داشته باشید. چون اگر در واقع 2 سال از روی تاریخ مدرکتون گذشته باشه مجدد باید آزمون رو تکرار کنید. خب در ابتدا خودمون خوب میدونیم که هیچ آرزویی در زندگی انسان محال نیست. فقط روش رسیدن به هدف رو باید بدونیم، چون اون آرزویی که در ذهن ما شکل میگیره غالبا برای ما انسان ها توی زندگی هدف تلقی میشه. ممکنه که هدفهای مختلفی ما تو زندگیمون داشته باشیم، ممکنه این آزمون یکی از اهداف زندگی ما باشه، اما به طور کلی داریم ما هم صحبت میکنیم و ما میدونیم که هیچ آرزویی در این دنیا محال نیست. Nothing is impossible. خود در واقع واژه impossible رو اگر ما دقت کنیم این کلمه غیر ممکن هست معنیش، اما جدا کنیم چه اتفاقی افتاد؟ I'm possible. یعنی حتی خود کلمه غیر ممکنم میگه من ممکنم. پس هیچ آرزویی بر ما محال نیست، فقط ما باید روش رسیدن به اونو بدونیم که این روش توی افراد متفاوت، افراد به خصوصیت‌های اخلاقی و سبک و روش زندگی خاصی که دارن فرق میکنه. اگر ما مسیرمون رو بدونیم، مسیرمون رو به خوبی دنبال کنیم، چون دونستن مسیر به تنهایی باز کافی نیست، یکی از فاکتورهایی هستش که میتونه ما رو به هدفمون نزدیک کنه. پس اگر مسیرمون رو به خوبی بدونیم، پس مقصدمون مطمئنا دور نخواهد بود. ما هم در واقع در اینجا هستیم، تمام تلاشمون رو میکنیم و خواهیم کرد تا الان که بتونیم این مسیر رو در واقع برای شما راحت تر کنیم که انشالله شما بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. اما بیایم یک نگاه کلی داشته باشیم توی در واقع آزمون‌های تافل و آیلتس. بعد نیستش که یه مقایسه کوتاه بین این دو داشته باشیم و بعد مجموعه در واقع آموزشی آیلتس رو با هم شروع کنیم. توی در واقع آزمونی که برای تافل ما در واقع داریم، مبحث ریدینگ، لیسنینگ، سپیکینگ و رایتینگ هست. یعنی این 4 تا مهارت رو حتما ما باید توی آزمون داشته باشیم که با سوالهای خاصی مطرح میشه. ببینید عزیزان، ممکنه که شنیدن اسم این 2 تا آزمون ما رو دچار ترس بکنه، اما جای هیچ نگرانی نیست، چون در واقع این سوالهایی که برای این آزمون ها
انتخاب میشه توی یک چارت خاصی هست که در واقع کار ما هم همینه. اینجا میخوایم اون چارت رو به شما آموزش بدیم که شما عزیزان با چارت آشنا باشید. چند تا نمونه از سوالهای آزمون رو در واقع اینجا براتون تشریح میکنیم که شما با فرمت‌های سوالها آشنا باشید، بدونید. پس ترس خیلی بزرگی نیست. اینکه ما نسبت به یه چیزی آگاهی بیشتری پیدا میکنیم باعث خوشحالی ماه. چرا؟ چون که مسیر رو برای ما روشن‌تر میکنه. توی آزمون تافل که این 4 تا مهارت‌ها قراره تست بشه که توی زمانبندی‌های خاصی این اتفاق میفته. منظورم از زمانبندی خاص چیه؟ منظور اینه که برای در واقع تست ریدینگ، لیسنینگ، سپیکینگ و رایتینگ تایم خاصی به شما داده میشه که تایم بندی برای شما در اولویته، مخصوصا توی بحث سپیکینگ که توی تایم زمانی خاصی که شما عزیزان در اختیار دارید باید در واقع آزمون گیرنده رو متقاعد بکنید که سطح زبانی شما اوکی هست، که باز هم این تکنیک های خاصی داره، واژگان خاصی داره که اینجا ما بهتون معرفی میکنیم که شما بتونید سریعتر به نتیجه مطلوب برسید. برای آزمون تافل خدمتتون عرض میکردم که اغلب سوال ها مالتیپلای چویس هست، یعنی 4 گزینه‌ای هست یا غالباً بود سالهای گذشته. افرادی که در واقع تیپ شخصیتی تفکر انتزاعی رو دارن توی این آزمون ها موفق تر هستن. همونطور که در ابتدای توضیحات هم خدمتتون گفتم این آزمون ها آزمون مهارت و اطلاعات هستن. صرفاً اینکه اطلاعات خوب و عالی داشته باشیم، اطلاعات کافی داشته باشیم شاید به ما کمک نکنه. در کنار این قضیه باید در واقع بحث مهارت هم ما داشته باشیم برای برگزاری آزمون. پس افرادی که تفکر انتزاعی دارن افرادی هستن که سریعتر میتونن انتخاب کنن، بین 4 تا گزینه نمیمونن. تیپ شخصیتی این افراد کلا برای تصمیم گیری زمانی که مواجه میشن با یک موقعیتی که چند تا راه حل میتونه داشته باشه افرادی هستن که راحت‌تر میتونن یک گزینه رو انتخاب کنن و ادامه بدن. اما توی آزمون آیلتس چطور؟ آزمون آیلتس هم که باز این 4 تا مهارت ها رو داره که حالا خدمتتون میگم. توی در واقع رایتینگ و ریدینگش هم آزمون اکادمی داریم، هم جنرال داریم که حتما خدمتتون توضیحاتش رو میدم که 2 تا تست متفاوت هستن. در واقع تسکاشون شاید یه ذره با هم فرق بکنه اما اسکیل هایی که قراره مورد تست و آزمون قرار بگیرن مشابه هست. حتما سر فرصت به اون مرحله برسیم من توضیحات کاملش رو خدمت شما عزیزان خواهم گفت. اکثر سوالاتی که توی آزمون آیلتس در واقع مطرح میشه نیاز بر این هستش که کوپینگ داون بکنیم، یعنی دیگه ما درگیر این نیستیم که از بین چند تا گزینه بیایم یکی رو انتخاب کنیم. البته داریم سوالاتی رو که انتخابی بین گزینه ها باشه، ولی غالباً توی بحث لیسنینگ، توی بحث در واقع ریدینگ ما باید جستجو کنیم و از اون مهارت‌های خاص استفاده بکنیم که بتونیم جواب از متن در واقع بیرون بکشیم و جواب عیناً بنویسیم. حتی خیلی جاها اصلا نیازی به این قضیه نداریم که ما بخوایم ساختار گرامری رو تغییر بدیم و تغییر دادن ساختار گرامری کلا جواب ما رو اشتباه میکنه. و یکی از روش هایی که حتما جلوتر بهش میرسیم خدمتتون میگم، البته تمام این موارد قبل از آزمون قرار اتفاق بیفته، چون قراره ما اینجا ترای کنیم، امتحان کنیم اینا رو و به شما روشاشو بگیم. زمان آزمون دیگه وقت ترای کردن نیست، وقتی که شما باید اون چیزی رو که یاد گرفتید و عملی کنید. پس ساختاری که قراره شما به عنوان مثال از یک پارت لیسنینگ گرفتید و قراره اون رو داخل جا خالی قرار بدید و از ما خواسته شده که نهایتاً از 2 تا واژه فقط استفاده کنیم. بعضی وقتا ما میایم با توجه به چیزی که شنیدیم، استدلالی که توی ذهنمون ایجاد شده، زمان اون رو تغییر میدیم. اگر زمان رو تغییر دادید و داخل جمله نوشتید یا اصلا جمله انتخاب کردید و داخل جای خالی نوشتید که از نظر ساختار زمانی به قبل و بعد جای خالی نمیخورد، مطمئن باشید که اون جواب اشتباهیه و شما باید دنبال قسمت‌های دیگه توی لیسنینگ بگردید. پس
واژه یا عبارتی که انتخاب میکنید از لیسنینگ باید با ساختار جمله شما حتما هماهنگی داشته باشه. اگر واژه رو انتخاب کردید که تایمش به تایم جمله شما توی جای خالی نمیخورد، پس مطمئن بشید که جوابتون اشتباهه. پس ببینید راههایی وجود داره برای اینکه ما رو سریعتر به جواب برسونه و ما باید این مهارت‌ها رو اینجا تمرین کنیم. صرف اینکه ما همه لیسنینگ رو متوجه بشیم، همه ریدینگ رو واژه به واژه بخونیم، همه اسپیکینگ رو بخوایم در واقع فلوئنتلی صحبت کنیم و بگیم، چیزی نیستش که بخواد نتیجه خوبی 100% برای ما داشته باشه. ما میتونیم در واقع مهارت‌هایی رو یاد بگیریم، تکرار کنیم، عملی کنیم که در واقع بتونه نتیجه خوب و دلخواه ما رو داشته باشه. خب پس توی آزمون آیلتس قرار بر این شد که واژه‌ها از تکستمون در واقع یکی یکی کپی بشه. توی این قسمت برخلاف افرادی که تفکر انتزاعی داشتن، افراد اینجا باید حافظه خوبی داشته باشن، حداقل حافظه کوتاه مدت خوبی داشته باشن. نگران نباشید اگر من دارم میگم حافظه کوتاه مدت خوبی داشته باشن، چون در واقع صرف این که یک فردی حافظه کوتاه مدت خوبی هم نداشته باشه، با چند تا تمرین ساده توی مدت زمان کوتاه 10 روزه میتونه حتما این قضیه رو توی ذهن خودش تقویت کنه. پس مطمئن میشیم که پاسخ توی متن اکثرا در این آزمون ما فقط باید جوابو پیدا کنیم و اونو یادداشت کنیم یا انتقال بدیم جوابو. مدت زمانی که برای آزمون تافل در نظر گرفته میشد در گذشته 4 ساعت بود که در واقع با توجه به اینکه بحث لیسنینگ و ریدینگش میتونه از نظر زمانی و از نظر ریدینگ پسیجمون میتونه کوتاه یا بلند باشه، یک مقدار تغییر پیدا میکرد. از نظر قیمتی هم آزمون تافل آزمونی بود که سالها آزمون گرونی بود توی ایران. الان آزمون آیلتس هم داخل ایران انجام میشه، اما دانشگاه هایی که شما اپلای میکنید برای کانادا و استرالیا باید در نظر داشته باشید که بعضی وقتا آزمون ها رو توی کشور ایران برگزار نمیکنن یا به صورت IBT یعنی اینترنتی برگزار میشه که شما حتما باید مهارت‌های IBT رو هم بدونید، یا اینکه شما باید حتما به کشورهای مجاور برید، حالا بهتون اعلام میکنه اون دانشگاه و آزمون رو اونجا در واقع داشته باشید. در واقع توی آزمون تافل که سالها برگزار میشد و عزیزان درگیرش بودن، PBT بود که در واقع این آزمون PBT پیپر بیس بوده، یعنی آزمونی بود که حتما روی کاغذ بعد انجام میشد. نمره‌ای که براش در نظر گرفته میشد از 310 تا 677 بود. ریدینگی که برای در واقع PBT بود، ریدینگ ها کوتاه‌تر بودن از آزمونی که با IBT بود، چون در واقع آزمون IBT که برگزار میشه، آی مخفف اینترنت هست، آزمونی بود که چند سالی بود که داخل ایران به صورت اینترنتی هم برگزار میشد. خب مراکزی داخل ایران و تهران هستن که هر هفته این آزمون رو برگزار میکنن برای حالا نیروی کاری که قراره به هدفهای مختلف استخدام کنن. متن آزمون، ساختار و استراکچر آزمون برگزار شده هر هفته که در جریان هستیم تو بعضی از مؤسسات برگزار میشه، تقریبا مشابه هست. اما ما اینجا بر آزمون آیلتس قصد داریم که جامع ترین در واقع ترکیبی رو که شما عزیزان میتونید باهاش مواجه بشید اونو بررسی کنیم، جنبه‌های مختلف. به خاطر همین وسعت کارمون یه مقدار بیشتره و وارد جزئیات بیشتری میشیم. جاهایی که لازمه حتما گریز میزنیم و لغات رو توضیح میدیم، جاهایی که لازمه حتما گریز میزنیم، ترکیب‌های گرامری خاصی رو که لازمه خدمتتون توضیح میدم و حتی اشاره میکنم به نکات گرامری که توی آموزش در واقع گرامر زبان انگلیسی نصرت بود و بهتون توصیه کردم که حتما اونو تهیه کنید. پس این دوتا در کنار هم و مکمل هم دیگه هستن و حتما ما فلش بک هایی به اون قسمت ها خواهیم داشت.